سلام. در اصفهان در باغی پوشیده از گل‌های سرخ و یاس و انواع دیگر گل‌ها، دختر جوانی به آسمان آکروباسی هواپیمای کوچکی را نگاه می‌کرد که کمتر از 10 سال بعد همسر خلبان آن گردید. ملکه جوان با پدری بختیاری و مادری آلمانی اگرچه دارای روحیه‌ای سرکش و رام نشدنی بود، اما مجبور به تحمل تحریکات و توطئه هم در اعمال قدرت و مسئولیت‌هایش می‌شد و به این سبب خود را در کاخی تنها حس می‌کرد. پس از جدایی در 25 سالگی زندگی راستین جوانیش را یافت و نشاط و شور آن را به دست آورد. افسوس که به زودی حادثه دردناک دیگری به سراغش آمد. اما در پشت این چهره غمزده نیروی اراده‌ای وجود دارد که توانسته است بر غم و دردهایش پیروز آید و امید به زندگی آینده را به او بازگرداند. این کتاب چون قدیمیه، فونتی که داره برای ما خیلی آشنا نیست، ولی خوندنش هم خیلی سخت نیست و بعد از یه مدت خواننده باش کنار میاد. جلدش که خب شومیزه و از لحاظ صحافی هم همون مشکل قدیمی بودن رو داره و چون من اولین نفری هم نیستم که این کتاب رو میخوندم یه مقدار از هم باز شده بود، ولی بازم نسبت اینکه سال 70 اینطورا چاپ شده خوب وزنش زیاد نیست و تو هر حالتی میتونید راحت بخونیدش. فصل‌بندیش هم طوریه که هر فصل تقریباً کمتر از 20 صفحه نیستش و اگر کسی هستید که دوست دارید کتاب رو فصل به فصل بخونید و فصل به فصل یعنی علامت بزنید، یه مقدار از این لحاظ به مشکل میخورید. این کتاب خود زندگی نامه است و زاویه دیدش اول شخص مفرده و چون که تاریخش معاصره نسبت به کتابای دیگه در این ژانر خوندنش راحت تره و هر کسی میتونه این کتاب رو بخونه چون از لحاظ سیاسی و تاریخی خیلی سنگین نیست. از لحاظ روایی نویسنده خیلی خوب عمل کرده و چون اصل کتاب به فرانسویه بنابراین مترجمم خیلی خوب از پس ترجمه این کتاب بر اومده، طوری که اگر پینوشت نداشت خیلی مشخص نمیشد که این یک کتاب ترجمه شده است. اگرچه بعد این هم اضافه کنم چقدر دارم ادبی صحبت میکنم که مترجم یه مقدار تو پینوشتاش سوگیریایی داشتش که اذیت کننده بود. من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم. دلیلی که من کتاب رو انتخاب کردم این بودش که در مورد زندگی ثریا در واقع هیچی نمیدونستم. فقط این رو شنیده بودم که ملکه چشم‌زمردین ایران بوده و چون بچه دار نشده از عنوانش کنار گذاشته شده. ولی با خوندن این کتاب متوجه شدم که ثریا چه به عنوان یک بختیاری و چه به عنوان یک پرنسس چه احساساتی داشته و چه وقایعی براش گذشته و چند تا مثلا زبان بلد بوده و چقدر کار خیر کرده. اشرف که وابستگی برادرش را به من می‌دانست، هوشیارتر از آن بود که آشکارا علیه من برخیزد و من هم عاقل‌تر از آن بودم که به جدال با او بپردازم، چرا که می‌دانستم محمد رضا به خاطر من او را خلع سلاح می‌کند. آری، به خاطر من. در ویدیوی بعدی معرفی کتاب خواهر من قاتل زنجیره‌ای رو ملاحظه خواهید کرد. لطفاً همراه، مشوق و منتقد من باشید. فعلا